سلام رفقا، امروز قراره با هم بریم سراغ یکی از اون صداهایی که تا عمق وجود میره. محسن چاوشی، همون خواننده‌ای که خیلیامون با انگاش گریه کردیم، عاشق شدیم یا حتی بغضمون ترکید. ولی پشت این صدا فقط یه خواننده نیست، یه آدم با کلی درد، خاطره، جنگ، مبارزه و البته عشق. اگه دوست داری بدونی محسن از کجا شروع کرد و چطوری تو دل مردم جا گرفت و داستان زندگیش چطوری پیش رفته، تا آخر ویدیو با من باش. تو دلم پس لب داره میسوزه از این تب، غم دلتنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی. محسن چاوشی خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرای ایرانی در 8 مرداد 58 در خرمشهر به دنیا آمد. او فرزند پنجم خانواده و دارای 2 خواهر و 3 برادر است. به دلیل شغل پدرش که کارمند شرکت نفت بود، خانواده‌اش پس از جنگ به شهرهای کرمانشاه، مشهد و نهایتاً تهران مهاجرت کردند. تحصیلاتش رو توی رشته حسابداری تموم کرد، اما عشقش به موسیقی همیشگی بوده. اولین ترک معروفش نفس بریده بود، اما با آلبوم نفرین و بعدتر با صدای افسانه‌اش توی فیلم سنتوری همه ایران شناختنش. نکته جالب این که هیچ کس تا اون موقع چهرهش رو نمیشناخت. آلبوم‌های موسیقی مثل ژاکت، من خودم 13 هم، ابراهیم بی نام رو منتشر کرد. با سریال شهرزاد ترکوند و هر ترک جدیدش سریعا ترند میشد. او با ترانه‌سراهای ثابت، حسین صفا، امیر ارجینی، یغما گلرویی و روزبه بمانی همکاری میکنه. اما محبوب بودن همیشه آسون نیست. آلبوم ابراهیم با ترانه‌های تلخ و اجتماعی ماها معطل مجوز بود. در نهایت خود چاوشی بدون مجوز اونا رو منتشر کرد و توی پستی نوشت اونا میترسن اما من نه. وقتی افخمی گفت صدای چاوشی ارزش شنیده شدن نداره، چاوشی در جوابش نوشت اگه سنتوری با صدای من نبود الان کسی نمیدونست تو کی هستی. با وجود محبوبیت عجیب آهنگاش همکاریش با شهرزاد ادامه پیدا نکرد. میگفتن به خاطر مسائل مالی بوده یا اختلاف نظر با کارگردان، ولی واقعیت رو هنوز کسی نمیدونه. چاوشی هیچ وقت توی هیچ مراسمی شرکت نمیکنه، حتی از خانواده‌اش هم هیچ تصویری رو به نمایش نمیذاره. اون در سال 88 با اسپاکو یوسفی ازدواج کرد. اسپاکو اصالتا بختیاریه. این زوج صاحب یه فرزندی میشن به نام زانکو، اما ازدواج اونا تو سال 98 متاسفانه پایان میرسه. یاد تو شیرامو میسوزونه، امروز و فردا میسوزونه، دادوری از خونه، این خونه ویرونه، حال منم پریشونه، شب جای چشماتو نمیگیره، حتی دنیا جادا نمیگیره، عشق از چشمام سیره میریزه میمیره، دلم آروم نمیگیره. محسن چاوشی کسیه که بدون هیاهو صدای یک نسل شد. با موزیکاش اشک ریختیم، فکر کردیم، گاهی امیدوار شدیم. صدایی که مثل خودش خاصه و همیشه توی دل مردم میمونه. مرسی که تا آخر ویدیو کنار من بودید. لایک، سیو، شیر و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. دوست دارم نگات کنم تا که بیحال بشم، تو ازم دل ببری منم اغفال بشم، دوست دارم برای تو با همه فرق کنم، خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم.